آموزش قرار SMS بومبر اجرا کنیم و حالا نحوه اجرا کردنش رو با هم یاد بگیریم و حالا از این طریق بتونیم به شماره مختلف بومبر بزنیم و حالا به گودی اذیتشون کنیم. خب من داخل شبیه ساز در واقع گوشی هستم، به همین دلیل به این شکل فکر نکنین در واقع ویندوز هستش، در واقع همون اندروید در واقع داخل شبیه ساز. خب من فایل از قبل وارد کردم، حالا شما فایل که میذارم و داخل دانلوداتون ذخیره کنین و قسمت دانلوداتون و حالا از داخل ترموکس یا این حالا یا وارد استوریجتون بشین یا به صورت دستی تو منطقه باشین با سی دی دانلودز وارد اون پوشه میشیم و فایل bomber.py در واقع پیشنهادهای در واقع بومبر اورلی بس هستش که حالا با دستور پیپ اینستال در واقع اورلی بس میتونین پیشنهاداشو نصب کنین، در واقع حالا به صورت خودکار میره سراغ نصب کردنش و سپس میگیم حالا من از قبل نصب کردم گفته نصب شده، بعدن چی نصب شد بیایم از دستور پایتون bomber.py اجراش کنید به همین شکل که میبینین اومد بالا و حالا با پسوند در واقع مثبت 98 و سپس شماره رو وارد کنیم، برای مثال 0918 520 36 98 و در واقع استیپش در واقع مد نظر قرار بدیم، مثلا همین دیفالت 0.1 هستش 0.1 و اینتر کنیم. الان میره سراغ استارت بومبر زدن، در واقع دیوار، اسنپ، مارکت، تپسی و حالا سایر API هایی که هست یکی من با فیلترش کنم بچه همه ارور میده چون API ایرانی هستش. مثلا این لحظه من قطع کنم VPNمون، ببینید چه مشکل حل شد و داره ارسال میکنه بدون هیچ مشکلی. خب این هم از این بچه ها. اگر میخواین شما در واقع از ترموکس خارج بشین و ابزار رام بمونه و اتچ بزنیم، کافیه بعد اینکه شماره رو وارد کردین مثلا من شماره رندوم رو وارد کنم و خب بعد اینکه این کار رو انجام دادیم بیایم بزنیم کنترل زد، ببینیم مثلا این لحظه من با زد گوشیتون کنترل زد بزنیم و تمام استاپ میشه، اما با دستور F3 میتونید دوباره مشاهدهش کنید. وقتی دستور میزنین داره کار رو انجام میده و شما میتونید از ترموکس خارج بشین و اون کارش رو انجام میده.